در تاجیکستان برای صاحبکاران راهی نو برای حل بحث‌های مال و ملکی را آماده دارند. مقامات تاجیک میگویند با تهیه قانون درباره مدیاتسیا میخواهند به صاحبکاران امکان دهند که پیش از دادگاه بحث‌های خود را طریق شخصی خالص حل نمایند. مسئولین پالاتای سودا و صنعت میگویند مدیاتور مثل اقساقال است که در حالت سر زدن بحث جانب‌ها را به سازش می‌آورد. هرچند صاحبکاران از جاری شدن چنین راه حل استقبال می‌کنند، اما کارشناسان به موفق شدن این طرح با شبهه می‌نگرند. منظور رستم و معاون رئیس پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان گفت گروه کاری برای تهیه لایحه قانون درباره مدیاتسیا از جانب دستگاه اجرایی پرزیدنت تصدیق شده به کار شروع کرده است. خانم رستم و روز 30 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی افزود: پیش از مروشه سودی برآمدن اگر یعنی مرکز مدیاتسیا یا اینکه خود قانون مدیاتسیا علاقه در جمهوری تاجیکستان قرار گیرد، جانب‌ها میتوانند تا نرسیدن به بحث‌های سودی یعنی علاقه حل کاری خود رو یابند. لیکن در اینجا البته قید کردن در کار که نه همه مروشیه‌ها از جانب همین قانون دیده برآمده می شود. منظور رستم و معاون رئیس پالاتای سودا و صنعت میگوید تهیه قانون درباره مدیاتور برگرفته از تجربه دولت‌های پیشرفته است. مثلا به قبل این همصحبت رادیوی آزادی در امریکا 97% بحث‌ها با همین اصول حل می شود. مدیاتسیا یکی از راه‌های الटरनेटिव حل بحث می باشد که در آن دو طرف دعواگر شخصی خالص را برای حل مسئله دعوت می نمایند. شخص سوم یا بی‌طرف باید کسی باشد که از دلخواه نتیجه بحث منفعت نبیند. مقامات تاجیک در حال می‌خواهند برای صاحبکاران راهی الटरनेटिव حل بحث‌هایشان را پیشنهاد کنند که نمایندگان این قشر میگویند این کار باید چند سال قبل صورت میگرفت. امید جان الماسوف یک صاحبکار از ولایت سوغد میگوید بحث دادگاهی همیشه برای صاحبکار یک خراجات زیادتی و صرف بیهوده وقت میباشد. هرچند مقامات تلاش میکنند با راه اندازی قانون درباره مدیاتسیا از بحث‌های زیادی دادگاهی میان صاحبکاران جلوگیری کنند، تحلیلگران میگویند با پرعمله شدن کار شبهه دارند. از جمله به باور موجود خان برهانو و یک کارشناس مسائل اقتصادی با تفکر فعلی صاحبکاران در گمان است که قانون مدیاتسیا در تاجیکستان موفق شود. به قبل این کارشناس تاجیک اکثر صاحبکاران تاجیک تا درجه نرسیدند که یکدیگر را به خوبی بفهمند و مسئله را به خوشی حل کنند. تحلیلگران امور اقتصادی میگویند مدیاتسیا یا راه حل الटरनेटिव برای صاحبکاران در پی خود خطرهای فساد را نیز به دنبال دارد. به قبل تحلیلگران خطر اصلی در کار مدیاتور یا شخصانی خالص این است که آنها می توانند به میانه‌روها تبدیل یابند. مقامات تاجیکستان در حال میخواهند بحث‌های صاحبکاران در دادگاه‌ها کاهش یابد که همه سال 10 تن از صاحبکاران در دادگاه‌ها برای حق خود تلاش میکنند.